بله شنوندگان عزیز، گرایش جنسی یک حس عاطفی رمانتیک و جنسی نسبت به یک فرد دیگه است. گرایش جنسی به آسانی بر اساس سکس بیولوژیکی فرد، هویت جنسی همون حس روانی که مشخص میکنه فرد مرد هست یا زن و نقش اجتماعیش که وابسته به نرم‌های فرهنگی برای رفتارهای زنانه و مردانه است تشخیص داده میشه. چند روز پیش یورش و حمله وحشیانه و بازداشت و دستگیری تعدادی از همجنسگرایان در شهر کرمانشاه بود که شاید این یکی از صدها نمونه هایی باشه که حکومت فاشیست اسلامی بر سر همجنسگراها میاره. حکومت جمهوری اسلامی ایران همجنسگرایی را به عنوان یک پدیده طبیعی به رسمیت نمیشناسه، بلکه اون رو شیطان پرستی و همجنس بازی معرفی میکنه که در افکار عمومی بار منفی داشته باشه و روابط اونها رو میاد به باندهای مخوف مرتبط میکنه و با تمام قدرت میکوشه که این پدیده همجنسگرایی رو به عنوان یک محصول خارجی و نمادی از انحطاط فرهنگ غربی که با منافع ملی و تمامیت ایران و مذهب و شریعه اسلامی در تضاد معرفی کنه. همجنسگرایان در ایران تحت حاکمیت اسلامی به دلیل اینکه دوست دارن با جنس دیگه‌ای در ارتباط باشن و دوست دارن آنطور که دلشون میخواد زندگی کنن، متاسفانه توسط جانوران اسلامی سنگسار میشن و حتی در موارد زیادی دیده شده که اونها رو اعدام میکنن. همجنسگرایان در بسیاری از مناطق ایران توسط خود خانواده هایشون یا سربنیست میشن و یا از طرف خانواده و فامیل طرد میشن. اما وجود همجنسگرایی در ایران یک پدیده عینی و واقعیه که هم جامعه هم سیستم سیاسی ایران باید اونها رو به رسمیت بشناسه و با آموزش درست سعی کنه که در جامعه حق و حقوق و علاقمندی اونها رو به رسمیت بشناسه. در اصل 23 قانون اساسی ایران اومده که تفتیش عقاید ممنوع است. به راستی معنای این قانون چیست و در عمل چگونه اجرا میشه؟ جمهوری اسلامی بر چه اساسی اقدام به تفتیش گرایش و تمایلات جنسی بین افراد و هویت جنسی آنها میکنه؟ آیا فرقی بین روش زندگی و عقاید شخصی یک نفر وجود داره؟ آیا دخالت در زندگی و تجاوز به حریم خصوصی افراد نیست؟ در سال 1376 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت اون زمان در سخنرانی که در دانشگاه کلمبیای آمریکا داشتن اینجوری عنوان کردن که همجنسگرایی در ایران اصلا وجود نداره، یعنی از نبود همجنسگرایی در ایران سخن گفت. و سیامک قادری پس از این صحبت‌های احمدی نژاد با تعدادی از همجنسگرا در داخل خود ایران مصاحبه کرد و این مصاحبه رو در وبلاگ خودش قرار داد تا نشون بده که در ایران همجنسگرایی وجود داره و به همین خاطر سیامک قادری رو بازداشت کرد و همکنون که احمدی نژاد رفته و دولت روحانی سر کار اومده، ایشون همچنان به خاطر اون مصاحبه در زندان هستن. این موضوعی بود که ما خیلی تمایل داشتیم که وارد موضوع برنامه‌مون بحث برنامه‌مون بشه و در همین رابطه و در رابطه با وضعیت همجنسگرایان در ایران ما امروز مصاحبه‌ای داریم با مازیار شیرالی که ایشون با اسم مانی بیشتر شناخته شدن. مانی یکی از اعضای سازمان حمایت از همجنسگرایان بریتانیا و مشاور حقوقی در زمینه مهاجرت در رابطه با پناهجویان همجنسگرای ایرانی و مشاور در این زمینه و همچنین ایشون مترجم رسمی و ساکن انگلستان هستن. مانی عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون. الو با درود به شما بانو مریم، وقت شما بخیر. تشکر میکنم از اینکه دعوت برنامه رادیو همبستگی رو قبول کردین و در این گفتگو شرکت کردین. خواهش میکنم. من هم اجازه تشکر و قدردانی رو میخوام از شما برای دعوت این جانب در برنامه شما و امیدوارم که پاسخگوی سوالات شما و همینطور هموطنان شنونده رادیوی شما باشم و در حضور شما سربلند باشیم. هستم در خدمت شما. جناب مانی شیرالی، به شما خوش آمد میگم. من شایان شیخی از رادیو همبستگی با همکارم مریم امروز و تو این مصاحبه در خدمتتون هستیم. قبل از اینکه من سوالی از شما بپرسم باز اعلام میکنم که اگه شنونده‌ای قصد تماس با برنامه و ارتباط با شما رو دارن و سوالی در این زمینه دارن میتونن با تلفن 390 500 با این برنامه ارتباط برقرار کنن.
مانی عزیز، ابتدا توضیح بدین که همجنسگرایی چیه و چگونه یه شخصی متوجه میشه که متوجه این گرایش در وجود خودش میشه. خب بانوی مریم، در مورد اینکه این تشخیص دادن یک فرد که چگونه میتونه همجنسگرا باشه و اینکه همجنسگرایی چگونه میتونه باشه، این خدمت شما خیلی به طور ساده به دور از هر گونه پیچ و خم ادبیاتی باید عرض بکنم خیلی به طور خیلی ساده که همجنسگرایی هم یک نوع هویت جنسی هست که این هویت جنسی همجنسگرایی پدیده جدیدی نیستش که ما بگیم که حالا مثلا غربی ها آوردن یا شرقی ها بردن. نه، همچین چیزی نیستش. از سالهای پیش بوده، از دوران هخامنشین، از دوران روم باستان وجود داشته و مسئله جدیدی نیستش و این گونه موارد طبیعتاً به علت نبودن اطلاعات کافی و علم کافی به انواع مختلفی به خصوص در مذاهب منفی معرفی شدن و به دور از اندازه و فهم و درک درست از این مسئله با منفیگرایی و آموزش اشتباه به یک مسئله و جنگ روانی نه تنها برای جامعه بلکه برای افراد و فرد به خصوص به وجود آمده. بله، میفرمایید که چجوری یه نفر میتونه متوجه بشه و خانواده چه برخوردی میتونن داشته باشن؟ در این رابطه هم توضیحاتی بفرمایید. بله. خب این رو ببینید، حالا من از همون دیدگاه ایرانی بودن یا همون از یک فردی از خاورمیانه هستش میتونم توضیح بدم برای شما. طبیعتاً از لحاظ جو جغرافیایی و زیست شناسی و جامعه خب میتونه خیلی تفاوت داشته باشه با یک فردی که در جای دیگر از دنیا بخواد زندگی بکنه و اطلاعات مختلف هستش. خب در کشور ما طبیعتاً به خاطر متاسفانه نبود آموزش درست و دادن آموزش اشتباه، افراد در جامعه، افراد همجنسگرا در جامعه و حتی خود جامعه هم خیلی این رو سخت میتونه برای خودش باور بکنه که بتونه هویت جنسی خودش رو بین همون سنین بین 15 تا 25 سال بتونه پیدا بکنه که دقیقاً در چه وضعیتی میتونه از لحاظ جنسی و هویت جنسی قرار داشته باشه که ما الان به طور واقع برای شما میتونم عرض بکنم متقاضیانی داشتیم با در سنین 42 43 که اینها بعد از حتی داشتن یک بچه متوجه شدن یا میدونستن که یک مسئله‌ای هستش. حالا مشکل، من از کلمه مشکل استفاده نکنم، یک مسئله‌ای هستش که نمیتونن در آن زندگی با آن شریک زندگیشون به عنوان یک زن راحت زندگی بکنن و این هم نشأت گرفته از همون نبود اطلاعات درست و آموزش درست برای همجنسگرا هستش که در ایران یک معضل، یک مقوله و یک مشکل بسیار بزرگی هستش برای جامعه همجنسگرا که چجوری بتونن خودشونو پیدا بکنن. طبیعتاً در خارج از کشور رایانا هستن، کتاب‌ها هستن. بله. الو آقای مانی؟ الو. فکرم صداتون. بله. شما خودتون به عنوان یک شخص فعال در رابطه با همجنسگرایی و به عنوان یک همجنسگرا وضعیت جامعه ایران رو برای همجنسگرایان چگونه می‌بینید؟ چون من یه توضیح بدم، چون با همجنسگرای زیادی که از ایران اومدن در ارتباط هستین، به خاطر این من این سوالو پرسیدم ازتون. وضعیت ما همجنسگرایان، جامعه انکارناپذیر همجنسگرایان که همیشه بخشی از جامعه بودیم و هستیم و میباشیم، تحت دولت کنونی، تحت حاکم کنونی فاشیست اسلامی در کشور عزیز ما ایران به صورت خیلی 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 نابهنجاری هستش. قوانین حقوقی، ابتدایی ترین حقوق یک انسان، حالا به عنوان همجنسگرا یا به هر صورت، اگر در خور
این دولت فاشیستی اسلامی نباشه، اون میتونه در وضعیت خیلی بدی به سر ببره و همجنسگراها حالا در جامعه، در خود جامعه، حالا در شهرهای بزرگ شاید میتونه یک نرمشی از طرف جامعه ببینه، ولی در اصل اون حقوق و حق به عنوان یک همجنسگرا که بتونه آزادانه در ایران به عنوان یک همجنسگرا زندگی کنه طبیعتاً زیر پا رفته و متاسفانه نقض شده. بله. آقای شیرالی، شما در مورد این دستگیری همجنسگرایان که در کرمانشاه تو 18 مه اتفاق افتاده، به عنوان کسی که در این عرصه فعال هستین و تو زمینه بین‌المللی هم دارید کار میکنید و رو به ایران هم دارید فعالیت میکنید، چه خبرهایی دارید و یا اینکه چه تلاشی شده از طرف این نهادها یا خانواده هاشون تو ایران؟ آیا خبری در دست دارین شما؟ تا اونجایی که اطلاعات به دست ما رسیده از داخل ایران، خب خوشبختانه دوستان هموطن به هر صورتی سعی میکنند که اطلاعات دقیق رو تا حدی به دست ما برسونن. طبیعتاً اون افتخار رو به ما دادن که صدای اونها باشیم. بله، متاسفانه تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما، حتی اهل حق ما، به عنوان شیطان پرست یا با عنوان همجنس باز، که این خودش میتونه یک سیگنال منفی رو در جامعه انعطاف بده، رو دستگیر کردن. عده اونها رو ببینید، من از کلمه آزادی در این مورد استفاده نمی کنم. عده از آنها رو رها کردن با گذاشتن وثیقه‌های بسیار سنگین در حال حاضر تا دادگاهشون انجام بشه. خب طبیعتاً اون دادگاه هم که مثل همیشه در طی این 36 سال ظلم و ستم فاشیستی حکومت اسلامی، اون دادگاه هم میتونه هیچ چیزی نباشه به غیر از یک نمایش، یک تئاتر، و اونها رو به بدترین وضعیت ممکنه حکم بدن. و دیگر عزیزانی که ما اطلاع داریم در جاهای نامعلوم، یعنی کسانی که اطلاع داریم که برگزار کننده این حالا جشن تولد بودن، در جاهای نامعلوم مورد بازداشت هستن، مورد بازجویی هستن که متاسفانه نه ما و نه خانواده اینها و نه دوستان اینها از مکان بازداشت اینها خبری ندارن و بیخبر هستن. آقای مانی عزیز، میخواستم بپرسم که در رابطه با حالا این بازداشت و بازداشت شده های قبلی توی ایران، ما خیلی شاهد هستیم که همجنسگراها رو میگیرن. شرایط دستگیری اونا، شکنجه ها، شرایط زیستیشون در تو زندان های جمهوری اسلامی چجوریه؟ برخوردشون چجوریه؟ حالا اونایی که شما باشون در ارتباط بودین و براتون شرح دادن، از روزی که بازداشت میشن چجوری باشون رفتار میکنن؟ بله، خب به مراتب بانو مریم برخورد با جامعه مظلوم همجنسگرا در ایران به مراتب بدتر هست. شما این رو در نظر داشته باشید، اون افرادی که در اون زندان‌های حالا به صورتی قصر، چه می‌دونم حالا اینهایی که ما می‌دونیم، قصر و اوین و رجایی شهر، اینها افرادی هستن که حالا ما نمی‌دونم انگلیسیش میشه فاندامنتال، من معذرت میخوام، کسانی هستن که مغزشون شستشو داده شده و هر کاری رو که میکنند اینها فکر میکنند که نزدیکتر به اون بهشت آسمانی خودشون شدن و شکنجه ها رو مقدس میدونن. خب بدترین شکنجه ها رو به ما همجنسگراها میکنن، تجاوز میکنن و این که الو صدا یه لحظه معذرت میخوام.
بفرمایید. بله ما حتی شنیدیم که مثلا در طول نبود اون تایم اداریشون، اون وقت اداریشون، حتی نگهبانها، بازجوها، بازپرسها، کسانی که کلا توی شیفت بودن مثلا میرفتن توی این سلول‌های این هموطنانی که حالا فقط بازداشت بودن به حکم همجنسگرایی و اینها رو مورد تجاوز زوری و یا دستی جمعی قرار میدادن و امیدوارم که بی ادبی و خارج از نزاکت نباشه، اینها رو لخت میکردن، تجاوز میکردن و به طور وحشیانه روی اینها ادرار میکردن. این حرکاتی هستش که در زندانها بر همجنسگراها میارن. آقای امانی، شما خودتونم که مشاور حقوقی هستین، یعنی از قوانین حقوقی حالا توی بریتانیا و ایران اطلاع دارین. همجنسگرا رو که میگیرن به چه جرمی اینا رو محاکمه میکنن و زندان، شکنجه، سنگسار و یا حتی اعدام میکنن؟ یعنی همین جرم همجنسگرایی یعنی براشون میزنن؟ خب ببینید، نه، به جرم‌های ببینید سیاست فاشیستی اسلامی این رو صلاح میدونه که از کلمه همجنسگرایی دوری کنه و القابی مثل تجاوز، لواط، همجنس بازها، الان هم که شیطان پرستان هستن، اینها رو میاره و لکه میچسبونه به جرم میچسبونه به افراد همجنسگرا. و این افراد همجنسگرا شما ببینید یک خانوم رو به عنوان خیلی ساده به عنوان بی‌حجابی میگیرن، میبرن بازداشتگاه و بعدش جسد تحویل خانوادهشون میدن. خب حالا نسبت به همجنسگراها خودتون میتونید تصور بکنید که یک فرد همجنسگرای مظلوم بی‌دفاع رو حالا به خاطر طرز راه رفتنش، طرز لباس پوشیدنش، طرز حرف زدنش بازداشت میکنن و بعد از اون بازداشت دیگه خودتون باید واقف باشین و کلا همه واقف هستن که چه تهمت‌هایی رو میزنن که بتونن مورد اذیت و آزار روانی و جسمی یک همجنسگرا باشن. بله، من در همین رابطه یه کلیپ فکر میکنم 1 دقیقه‌ای هست توی یوتیوب دیدم که یه فرد همجنسگرا رو میگیرن و توی بازداشتگاه، توی نیرو انتظامی میبرن و به چه طرز وحشیانه‌ای مورد تمسخر قرار میدن. اگه بتونم پیداش میکنم و آخر این مصاحبه میذارمش حتما که ببینن برخوردها چه جوری هستش. جناب مانی عزیز، شما خودتون از جایگاه سیاسی این قضیه برخورد با همجنسگرایان و تو جمهوری اسلامی و برخورد حکومت به این قشر به قول خودتون مظلوم رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، از جایگاه سیاسیش خب طبیعتاً این بخش جامعه به عنوان همجنسگرا، خب ما هم در کنار دیگر عزیزان دیگر آزادی خواهان باید باشیم و باید اون اعتراض خودمون رو برای احقاق حقوق انسانیمون، ابتدایی ترین احقاق حقوق انسانیمون رو درخواست بکنیم که این به صورت خودی خود طبیعتاً میتونه گفت که یک حرکت سیاسی و یک حرکت آزادی خواهانه میتونه باشه. ولی خب ما خیلی خیلی طبیعتاً باید در شرکت در این حرکت ها خیلی خیلی باید با احتیاط برخورد بکنیم. متاسفانه ما شاهد بودیم که سال گذشته در عده‌ای ناشناس در یکی از راهپیمایی همجنسگرایان اینها پرچم آرم جمهوری اسلامی رو آوردن بیرون و بدون اینکه بفهمن که در حقیقت حقوق این افرادی که اومدن و تقاضای پناهندگی کردن و پناهجویی کردن و الان در تبعید هستن، در حقیقت زیر همین پرچم فاشیستی جمهوری اسلامی بوده یا حکومت اسلامی بوده که حق و حقوقشون اینها پایمال شده.
که ما هم به نوبه خودمون و اعتراضمون نسبت به این حرکت این گروه در کانادا اعلام کردیم. واقعا ناراحت کننده بود که متاسفانه دید ما رو نسبت به هموطنان هم پناهجو تنگتر کرده و احتیاط بیشتری میکنیم در این که کی میتونه پناهجوی حقیقی باشه و کی میتونه پناهجویی باشه که فقط در حقیقت دنبال مسائل شخصیش هستش. در حیطه سیاسی خیلی خیلی باید ما محتاط عمل کنیم. در نیمه سال 2008 طی صحبتی که با بانو زهرا رهنورد ما داشتیم در نیمه دوم 2008، خب توافق‌هایی بود، قرار بود که اقداماتی انجام بشه، ولی متاسفانه با توجه به تغییرات و فعل انفعالاتی که بعد از انتخابات در ایران صورت گرفت این محیط ایجاد نشد. خب این افتخار رو من خودم شخصا دارم که اولین فردی باشم به عنوان فعال همجنسگرا که مسئله حقوق همجنسگراها رو در حیطه سیاسی در اپوزیسیون ها مطرح کنم و خوشبختانه اولین کسی که بعد از این مورد تقاضای ما رو پذیرفت جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی بودن که با کمک هاشون به جامعه همجنسگرا ایشون دارن کمک هایی رو میکنن به صورت تقریبی و همچنین شخصا به طور غیر رسمی من فعالیت میکنم با جبهه آزادی خواهان ایران، واقع در همان کشور شما سوئد هستش، برای احقاق حقوق همجنسگرایان. بله، البته جا داره من بگم که وظیفه انسانی هر کسی هست که در این رابطه پشتیبان شما باشه و کمک کنه، حالا هر نهاد و از هر گرایش و از هر حزبی که باشه. یه سوال دیگه دارم که همونجور که می‌دونیم شما عضو سازمان حمایت از همجنسگرایان هستین. آیا شما تا حالا ترتیب کمپینی در صدای خورده فکر می‌کنم ترتیب کمپینی در داخل ایران داده شده؟ آیا اعتراضی در داخل ایران به صورت تشکل رسمی شکل گرفته تا حالا یا همش پراکنده بوده و غیر رسمی و مخفیانه بوده؟ آیا اعتراض رسمی صورت گرفته از داخل خود ایران؟ از داخل خود ایران متاسفانه ما قادر به این مسئله نبودیم که در داخل ایران کمپینی رو اقدام بکنیم، ولی این افتخار رو من دارم که در سال 2010 من و فعالیت‌هایی رو که اینجا داشتیم، گروهی رو که اینجا داشتیم، در سال 2010 اولین راهپیمایی و تظاهرات روبروی سفارت حکومت فاشیستی اسلامی در لندن رو برپا کردم در سال 2010 و پشت سر اون من شاهد این بودم که هموطنان همجنسگرا در جاهای دیگه هم اقدامات به این صورت انجام دادن که باعث خوشحالی و خرسندی بنده بودش. ولی متاسفانه در داخل ایران نه، ما با توجه به وضعیت امنیتی بچه‌ها در داخل ایران نه نمیتونه همچین کار اقداماتی رو نکردیم. حالا من سوالمو به یه شکل دیگه از شما میپرسم. آیا شما که خودتون مشاور حقوقی هستین، آیا میدونید که تلاشی برای اینکه توی قانون اساسی ایران تغییری گنجونده بشه که حمایت من بشه از صدای شما رو ندارم. سوال کردم که آیا شما که خودتون مشاور حقوقی هستین و از قوانین اطلاع دارین. الو، یه لحظه. الو، یه لحظه. الان صدا خوبه؟ سوالم اینه که شما خودتون که به عنوان مشاور حقوقی هستین، آیا اطلاع دارین که بخواد تغییری توی قانون اساسی جمهوری اسلامی بشه از اینکه طرحی و یا لایحه و موادی گنجونده بشه در حمایت از همجنسگرایان؟ یعنی اصلا بوی همچین قضیه‌ای میاد یا اصلا کلا در تضاد با وضعیت همجنسگرایان قانون اساسی ایران؟ یعنی در آینده، حالا 1 سال 2 سال دیگه، آیا حقوقدان‌های ایران که ساکن ایران هستن همچین فعالیتی دارن که هم این کار رو انجام بدن، تلاشی دارن در این زمینه؟
انسانی خواهیم داشت، خواهیم برخوردار باشیم. ولی متاسفانه با توجه به اینکه قوانین جمهوری اسلامی ایران، دولت کنونی در کشور عزیز ما ایران، قوانینی هستش که گرفته شده از همان به قول گفتنی خودشون شریعه اسلام هست، خیلی میتونه درصدش پایین باشه که اونها بتونن چنین تغییراتی رو به وجود بیارن. ما حتی در مورد ترانسجندرها و یا همان دو جنسه هایی که دارن در ایران امکانات عمل و تغییر جنسیت رو برای اونها ایجاد کردن، ولی متاسفانه داریم میبینیم که در پشتش اونها با مشکلات بیشتری در سطح جامعه برخوردار میشن و هیچ گونه تامین زندگی درستی رو نمیتونن داشته باشن. به هر صورت در آخر نمیشه در دولت فاشیستی اسلامی همچین انتظاری رو ما داشته باشیم. بله. سوال داریم؟ این همکارمون تو اتاق فرمان مانی عزیزی سوال دارن، الان وصل میکنیم که ایشون سوالشون رو بپرسن. خواهش میکنم، امیدوارم که قادر باشم، مقدور باشه برای پاسخگویی. هستم در خدمت شما. من عباس زمانی هستم از همکارای رادیو. میخواستم بپرسم، صدای منو دارید شما؟ بله جناب، بله بفرمایید جناب. میخواستم بپرسم ببینم تو قوانین ایران پیش از انقلاب، یعنی در حکومت قبل از جمهوری اسلامی، توی دادگاه‌ها و به اصطلاح قوانین حقوقی ایران چه جور برخورد میشد و به اصطلاح چه قوانینی بود در دفاع از همجنسگراها و حقوق همجنسگرایان؟ این یه سوال بود. بعد اینو جواب بدین، من سوال دیگه ای دارم بعداً خدمت. بله، در نسبت به وضعیت همجنسگرایان و جامعه همجنسگرایی در قبل از این حادثه سال 57، من بهتره به این صورت یاد بکنم از این حادثه. خب به این شدت نبود، ما اعدامی نداشتیم، ما دستگیری نداشتیم از همجنسگراها، جامعه همجنسگراها. تازه مدارکی هم وجود داره که در سالهای 54 و 55 موضوع همجنسگراها در پشت درهای بسته مجلس شورای ملی آن زمان مورد بررسی داشته قرار می گرفته که قوانین نسبت به همجنسگرایان رو بتونن بررسی بکنن و به اجرای خودش قرار بدن با توجه به اون قوانین ملی خودشون. ولی نه، به اون صورت وضعیت همجنسگرایان بد نبوده در زمان گذشته و پیش از انقلاب. بس سوال دیگه هم که من دارم اینه که مردم به اصطلاح دوستانمون همین در خارج از کشور، کسایی که اینجا هستن و صدای شما رو میشنون، به چه ترتیبی میتونن با شما به طور مستقیم تماس داشته باشن؟ احیانا خب کسایی هستن که نمیخوان بیان روی خط و زنگ زدن به ما، ولی مستقیم خواستار شماره تلفن شما و نحوه این که بتونن با شما ارتباط مستقیم تری داشته باشن شدن و من همینجا میخوام که شما این اطلاعات رو مستقیما در خدمت این دوستان شنونده ما قرار بدید. ممنون میشم. بله جناب زمانی. خب من خدمت شما اول عرض بکنم که ما یک دفتر حقوقی هستیم، خیریه نیستیم و هموطنان میتونن از طریق وبسایت ما www.persianlgbt.org.uk و همینطور ایمیل ما هم که اونجا در دسترس قرار داره و شماره تلفن ما هست 2044 844 77 21 985 و یا فیسبوک ما Persian LGBT Advisory، با ما در تماس باشن و ما در خدمتشون هستیم. این رو من دوست دارم خدمت شما عرض کنم که خدمات ما بیشتر در درون مرزهای بریتانیا هست تا در جاهای دیگه. کمک هایی رو ما به هموطنانمون در خارج از مرزهای بریتانیا انجام میدیم، ولی اون به صورت تقریبی است و اینکه بتونیم حمایتی رو ما از جانب خودمون برای این هموطنان ارائه داده باشیم و اون
اون وظیفه انسانی خودمون رو نسبت به هموطنان خودمون انجام داده باشیم. بله. مانی عزیز، یه هموطنی الان پشت خط هستن که مستقیم سوالی رو مطرح کنه، شما جواب بدید. بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام دوست عزیز، بفرمایید. خسته نباشین. من مهدی زاغیان هستم، از گوتنبورگ تماس میگیرم خدمت شما. بفرمایید. با آقای مانی سوال بفرمایید، صداتون رو میشنوم. من از آقای مانی در مورد حمایت شما از همجنسگرایی می‌خواستم سوال کنم که فرمودید که در کشوری مثل این که با پرچم جمهوری اسلامی رفته بودن و اینطوری به اصطلاح نشون دادن که جمهوری اسلامی حامی همجنسگرایی هست، احتمالاً با این بحث بوده. ولی می‌خواستم خدمت شما عرض کنم که متاسفانه در همین کشور سوئد، کشور آزادی هستش، من به عنوان همجنسگرا به اصطلاح دارم فعالیت می‌کنم، ولی متاسفانه از طرف خود کسایی که در سوئد و در گوتنبورگ دایه حقوق بشر دارن، دایه آزادی دارن و میگن که ما آزادی طلب هستیم. با مشکلاتی روبرو شدم باشون. در هر مراسمی که شرکت کردم متاسفانه من حضور داشتم، چه فیلم برداری کردم، منو حذفم کردن توی اون لیست، توی عکساشو منو حذفم کردن. فقطشون کمک خواستم، نمیدونم کمک کنم، واقعا صحبت نکردن، کمکی نکردن. من می‌خواستم اگه میشه لطف کنین که بگین که واقعا مایی که اومدیم جلو صحبت کردیم. من توی خیلی از رادیوهای خود سوئدی صحبت کردم، توی تلویزیون صحبت کردم، ولی هیچ گونه حمایتی از طرف ارگان‌های ذی‌ربط حقوق بشری توی سوئد تصمیم ایرانی‌ها البته نمیشم. اگه میشه لطف کنین که من راه همینطوری که چطور میتونم توی کشور سوئد، کشور آزادی هستش، اگه اطلاعات در مورد سازمانی ارگانی غیر از ارگان هومن تنها قول معروف حامی همجنسگرایی فارسی زبان هستش، بتونم ارگانی پیدا کنم که بتونم که به اونا کار کنم و من بیشتر راه هم کمکم کنم. اگه شما کسی میشناسید میکنه معروف که میتونن این کارو کنن، ممنون میشم ازتون. ممنون از تماستون. مرسی. من برام میتونم صحبت کنم، سوال دارن که سوال منو جواب بدن. بفرمایید. اگه سوال منو جواب میدن هم میتونید مستقیم بشنوید، هم قطع کنید بعد بشنوید. نه میتونن جواب بدن. بفرمایید آقای مانی. میتونم جواب سوال ایشون رو دقیقاً من دریافت نکردم. طبیعتاً یک صحبتی رو در مورد اینکه حمایت نشده بودن مثل اینکه از سازمانی در سوئد رو ایشون فرمودن. من سوال ایشون رو دقیقاً متوجه نشدم. ایشون از شما سوال کردن که شما خودتون گفتین که محدوده فعالیتتون بیشتر در کشور بریتانیا است. آیا شما سازمانی رو در کشور سوئد میتونید به ما معرفی کنید که حامی همجنسگرایان باشن؟ چون در این زمینه فعالیت دارین، به تبع با سازمان‌های مدافع همجنسگرایی زیادی فارسی زبان در ارتباط هستین. ایشون تقاضاشون این هست. من اگر اشتباه نکنم این افتخار رو داشتم که صدای جناب آقای مهدی زاغیان رو من الان داشتم روی خط شما. ایشون خودشون از فعالین پرکار و کارکشته در زمینه حقوق همجنسگرایان هستند. ایشون هستن روی خط؟ بله من هستم. جناب آقای مهدی زاغیان، آیا شما هموطن عزیزمون هستید که در رابطه با ازدواج اجباری همجنسگرایان فعالیت می‌کنید؟ بله خودم هستم. شما خوب هستین؟ بله. احوال شما. خوشحال شدم. ما یک صحبت‌های کوچیکی رو خیلی پیش‌ها داشتیم با هم دیگه. بله خب نسبت به این که ببینید جناب آقای مهدی هموطن گرامی، خب متاسفانه من در پوزیشنی نیستم، در جایی نیستم که بخوام قضاوتی رو داشته باشم. همیشه این مسئله برای من سنگین بوده که دوستان از من قضاوت خواستن. شما اگر که حالا فرمودین که از طرف سازمانی اونجا حمایت نشدید یا اینکه به شما اجازه صحبت رو ندادن، خب طبیعتاً تنها این یک هنجار اجتماعی هست که ما داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. همین که خودتون به این صورت دارید فعالیت میکنید جناب آقای مهدی زاغیان، همین که به این صورت در فیسبوکتون من فکر کنم دیدم، مشاهده کردم فعالیتاتون رو در رابطه با ازدواج‌های اجباری که خودتون هم یکی از این قربانیان هستید، این میتونه خودش یک بهترین راه باشه برای اون
اون به اجرا در آوردن وظیفه انسانی خودتون برای هم نوعان خودتون به عنوان یک همجنسگرا. صرفاً نیازی نیست که ما با هر سازمانی بتونیم حالا همکاری داشته باشیم. طبیعتاً همه در چارچوب اون پرنسیپل خودشون کار میکنن و اقدامات میکنن. من نظریه است، البته این نمیتونه تخصصی باشه، یک نظریه است که دارم خدمت شما عرض میکنم. امیدوارم جواب شما داده شده باشه. بله مرسی. ممنون که تماس گرفتید به برنامه. ممنونیم از تماس شما دوست عزیز. اگه سوالی ندارید من یه سوال کوچولو دارم. اگه میشه سوال کنید که فعالیت آقای مانی میشه کلا در مورد سازمانتون یه توضیح بدین که چه برنامه‌ای داره، چه کمکی به پناهجویان میتونه بکنه؟ بعد دنبال همون یه سوال منم اگه میشه جواب بدید، کوچولو هست. شما فرمودید که تا حدودی غیر مستقیم دارید کار میکنید. آیا مانعی هست که شما غیر مستقیم دارید کار میکنید یا اونجوری که باید توی عرصه خیلی مستقیم کار کنید کار نمیکنید؟ منظور شما که گفتید غیر مستقیم خارج از بریتانیا کار میکنید، میگه چرا فعالیتتون رو وسیع‌تر نمیکنید، از مرزهای بریتانیا گسترش نمیدید؟ حس کردم از یه جاهایی تحت فشارن یا تهدید میشن یا همچین چیزی. من همچین حسی کردم، به خاطر همینم این سوال پیش اومد. اون تهدید شدن ها که البته نمیدونم جایش هست که بگم یا نه. خب من بله شما آزادین صحبت کنید. بله تهدید شدم، حمله به خونه من شده. اتفاقا این حمله به خونه من شده در 2 سال پیش. من دقیقاً موقعی که میخواستم سفر کنم به یکی از کشورها، یعنی پرواز من ساعت 6 صبح بود اگر اشتباه نکنم، من به طور اتفاقی 1 شب یا 12 شب خونه رو رها کردم که بعد از اینکه 10 روز من برگشتم، خب دیدم که در همون فرودگاه منو 2 تا پلیس بردن، همون پلیس استیشن، و اونجا گفتن که فعالیت‌ها در چه مورد هست و اینها. خب این اتفاقات متاسفانه شد. حالا نباید من زیاد توضیح بدم. بله ما فعالین، همونجور شایدم خودتون، بله ما تهدیدها میرسه. جمهوری اسلامی این باور نباشه که فعالین رو در خارج از کشور دیگه دست از سرشون برداشته و کاری به کارشون نداشته. نه، ما فعالین همیشه در تیررس دولت فاشیستی جمهوری اسلامی هستیم. این برای این. دوم این که عرض کردم که فعالیت‌های ما محدود هستش به داخل مرزهای بریتانیا. بر این اساس بود که بنده و یا سازمان بنده و یا دفتر که بنده بنیاد نهادم، ما مشاور حقوقی در زمینه مهاجرت در بریتانیا هستیم. یعنی با توجه به قوانین مهاجرت بریتانیا هست و از لحاظ حقوقی و قضایی این اجازه رو ما نداریم که در قوانین مهاجرت یا قوانین کشورهای دیگه بتونیم دخالتی داشته باشیم، چرا که میتونه نتیجه به اون صورت پررنگی نداشته باشه. ولی همون جور که عرض کردم در پشتش، چرا به عنوان یک حامی و حمایت کننده درخواستایی را میدیم به وزارت کشورها و یا ما حالا اون کشورهایی رو مثل سوئد یا مثل آفریقای جنوبی که حالا قرار من برم اونجا و سمیناری رو شرکت کنم، میریم اونجا و اطلاع رسانی میکنیم در مورد وضعیت همجنسگرایان در داخل ایران. ببخشید بله مانی عزیز، آیا تا حالا شده مثلا یک کمپین جهانی بذارید، مثلا خب فراخوان بدید از احزاب و نهادهای انسان دوست، بخواد که با جلب حمایت‌های بین‌المللی بخوان در این عرصه بیان و از همجنسگراها و وضعیتون رو تو ایران دفاع کنن؟ بله این همیشه از اهداف دفتر ما بوده، از اهداف تیم ما بوده، از اهداف سازمان ما بوده که یک اطلاع رسانی جامع و یک اطلاع رسانی جهانی بکنیم در کنار فعالیتمون. طبیعتا اون نمیتونه هیچ دخالتی با فراهم کردن مشاورات
حقوقی داشته باشه. بله این اقدامات رو کردیم، با سازمان‌های دیگه همیشه در ارتباط بودیم برای حمایت کردن هموطنان عزیزمون در هر کجای دنیا که بودن. همین جناب آقای مهدی زاغیان که ایشون در همون کشور شما هستن، ما در حالا با همکاری هیئت مدیره خودمون و تماس‌هایی رو که با وزارت کشور و وزارت امور خارجه سوئد داشتیم و داریم، منتظر موافقتنامه هستیم که بتونیم بیایم اونجا سوئد و همکاری نزدیک رو با جناب آقای مهدی زاغیان، کمپین یا همون ستاد اطلاع رسانی در مورد ازدواج‌های اجباری همجنسگرایان رو از نزدیک همکاری داشته باشیم. اوکی. مانی عزیز، وقت برنامه ما متاسفانه خیلی کمه. در آخر میخوام که باز اون راه‌های ارتباطیتون و تلفن و سایت هایی که شنوندگانی که الان صدای شما رو میشنون و یا احیانا کسایی را که میشناسن در این زمینه احتیاج به مشاوره دارن، ما دوست داریم یه بار دیگه شماره تلفن و سایت ها رو خدمت شنوندگان ما اعلام بکنید. بله، خب هموطنان ما به همون صورت فارسی اگر در گوگل سرچ بزنن سازمان حمایت از همجنسگرایان ایرانی در بریتانیا، اطلاعات به صورت کامل میاد بالا. ولی من تکرار میکنم، وبسایت ما هست www.persian که همون PERSIAN lgbt.org.uk هست. شماره تلفن ما هست 0044844 7721985. شماره فکس ما هست 0044 33 0122 2043 و فیسبوک ما هم هست Persian LGBT Advisory. ما در خدمت همه عزیزان هستیم. تمام خدمات به صورت رایگان هستش برای عزیزان و همینطور از همه عزیزان شرکتشون و دخالتشون در برنامه ها رو دعوت میکنم که در پارتیسیپیت بکنن و نقش داشته باشن. ممنون مانی عزیز که در این گفتگو شرکت کردین و اطلاعات مفیدی هم به ما و هم به شنوندگان دادین. بله، روز و روزگار خوبی رو برای شما و تمام کسانی که در این عرصه انسانی فعال هستن آرزو میکنیم. روز و روزگار خوش. روز شما هم خوش و پاینده ایران و ایرانی در هر کجایی که هستن. بده باشه نه آقا عقاسی کجا بود؟ بسیر تا پیغمبر عقاسی کجا بود؟ عقاسی کردی دیگه؟ نه آقا اکی عقاسی کردم. عقاسی کردی؟ اکی عقاسی کردم. چرا این تیپو دادی؟ ببرشی من دارم 11 مرکزی با امداد گرفته همون 11 مرکزی اکی عقاسی کردم به خدا. هم حالا داری میگیری بردار خود باشه عقب نه خود نمیتوش از بردار اینا رو بردار نه روشاری این شالشو بردار اونو بردار عینکشم بردار اینا رو باز نه تو رو خدا باز کن بکتو میبند دست